خانم آقایون معرفی میکنم جناب خان. گل سیاهه رامبو جان کوکا، رامبو جان کوکا، این لحظات آخره در کنار جناب خان بودنه. جشن و پای کوبی بکن که دیگه دارم میرم سراغ کار خودم. کار چی؟ بخواید پیش ما بری؟ آره دیگه تو فدراسیون جدو شغل ثابت گرفتم به مربیگری، دیگه دارم میرم با اجازت. دست بردار. چرا دست بردار؟ شوخی نکن. شوخی ندارم جانتی شوخی ندارم. نه جانتی در رست دیگه. آره نگاه کن آره درخواست مربی آره خب دیگه الان جلوکارم هستم، میام وسط میگیرم حلوات میکنم. جناب خان، ابوالفضل میر اسماعیلی پسر آرش میر اسماعیلی محبت کردن چون شما رو دوست داشتن، اون لباس جدو و اون کمربند و یک مدرک افتخاری به شما هدیه دادن. اتفاقا خواستم میشه یه لحظه تشریف بیاری؟ بله. این لباس آقای میر اسماعیلی محبت کردن دادن، باشه تا اینجا رو چه شد؟ خب دیگه این مدرکم میخوای روش حرف بیاری؟ اینه میشه بسته این مدرک نشون بدین؟ عزیز من بله آقا بسته این مدرک رو نشون بدین. بسته مدرک نشون بدین. ببین ما Q5 گرفتم یا نگرفتم؟ عزیز من اولا با Q5 شما نمیتونی مربی بشی. چرا؟ نه که من مشکی داشته باشی، دان باید داشته باشی، آره اخه بعد دوره مربیگری باید دیده باشی، همینجوری اجازه نمیدن شما مربی بشی. بعدم که اینو هدیه دادن، این افتخاریه. اینا افتخاریه؟ بله. میگم رامبو جان ببخشید با Q5 میتونم برم سر کوچه وایسم مردم رو بزنم حد؟ نه با کیو چند میشه مردم اصلا رو بزنم؟ قرار نیست با هیچ کیوی قرار نیست این کیویی که میشه باش مردم رو زد چنده؟ هیچی نداریم همچین این چیزی. مسئولین کی رسیدگی میکنن؟ اصلا ساخته نشده، هیچ کس هم چیز درایی نکرده. باید برم سراغ هیئت دولت مجلس، کجا باید برم؟ آقا چرا میخوای چیکار کنی که با کی مشکل مردم رو بزنم ای بشه؟ چرا مگه دیوانه ای؟ کلی به طور کلی گفتم حالا یه وقت دعوای چیزی شد یه طور Q5 تو خودم داشته باشم. نکن این کارو. رامبو جان کوکا هدیه بهت دادن، جنبه داشته باش. خواهش می‌کنم. رامبو جان نگاه کن قربان، نگاه کن این مدرکه این بذار کنار مو، یه عکس ازم بگیر. خب جان تو آره بذار بگیر قشنگ وایسا بگیر. میخوام فالوورام زیاد بشن. فالوورا نایز من فالوور دیگه ما میدونم نه شما میدونی. نه اون آلووراس. خب آلووراس شما کردی آلوورا. اینم فالووراس. خیلی خوب بگا قشنگ آره بذار بگیر بذار قشنگ لکنی که چی خوبی افتاد. نگاه کن اجازه بده آروم بگیر، اینقدر تکون نخور لطفا، هیچی نگو. 1 2 3 4 گرفتی؟ بله گرفتم. همه دست سیاهه رامبو جان رامبو بیا دارم نشون میدم مردمم ببین چه قشنگ اگه نگاه که با فالوورام میگن. رامبو یه دونه هم بیا خود کنارم وایسا. آره یه دونه هم میخوام با خودت بگیرم. آره الو جان. مهنام شمایی؟ مهنام کیه؟ مهنام چه لحظه گوشی. مهنام داداش بهنام، حالا بهت میگم. مهنام جان؟ مهنام داداش بهنامه؟ فالوورای بهنام بیشتر از ما شدن؟ خب نگاه کن آخه چه قشنگی هم افتاده. نگاه چه قشنگی. نگاه کن یه خورده اگه میشه لایک. خیلی تکون میخوری جناب خان، نمیذاری عکس بگیرم. مهنام یه لحظه گوشی دستت اینو بگیرم. 1 2 3 برو. آره میگفت. مهنام جان نگاه کن ما میخوام لایک بخرم. الان لایک خوب تو بازار چنده؟ یعنی چی؟ آره باشه من اجازه نمیدم همچی کاری بکنی. یه لحظه رام با اینا کلاهبرداریه. نگاه کن دیسلایک؟ نه همون یه پیش دستی لایک کافیه. دیسلایک نمیخوام. نه این چون لایک نفاخه. آره بده بریم. میگی مگه کسی لایکو میخوره؟ خب صورت اینا رو بفرستلی برای ما. باشه قربانت فدات لایک بخوری. نگاه کن مهنام جان. ای لایکا ایتوریا میخوام از ایتوریا. آره ایتوری باشه. آره ایتوری نباشه ایتوری باشه. آره باشه فدات خدافظ بوس. آره ردیف شد. لایکام دیگه الان بهنام میزنه بالا.
بابا این چه کاریه؟ چرا داری لایک میخری؟ الکی چرا طرفدار جمع میکنی مجازی واسه خودت؟ بابا آخه نگاه کو، احلام شرط گذاشته که احلام آی شرط خستم کردی. زن شما چرا انقدر شرط میذاره برای اینکه زن شما بشه؟ کاش زنم بود، زنم نشده. خب میگم برای اینکه زن شما بشه چقدر شرط میذاره؟ احلام برای شرط گذاشته که لایکای ما باید از لایکای بهنام بیشتر باشه. تو خب چرا همش باید با اون ما نمیفهمم دیگه. حالا اخلاق ایطوری هم تو خودش داره به خودش. حالا این مهنام داداش بهنام، شوهر شهلام، خواهر احلام. خب این مهنام آدممونه اونجا. کیه؟ مهنام داداش بهنام که میشه این برادر شوهر احلام میشه، در واقع میشه برادر شوهر شهلام که خواهر احلامه. آره فهمیدی کی شد؟ بگو یه بار الان. مهنام برادر بهنامه. آره. که میشه شوهر خانوم خواهر احلامه که اگه شما با ایشون ازدواج کنی میشه برادر با جناق میشه ما. برادر با جناق آره شما. آره. این مهنام آدممونه. آره شبیه یه لبو خریدمش میفرستم براش اونجا. این لایکای بهنام رو راپورت میده بهمون. آره آره همه لایکا بالا، یه سری لایک خوب. رامبو جان کوکو ما الان یک گروپ زدن، گروه با جنبه ها. خب میشه شما هم اد کنم اونجا؟ نه متشکرم، من تو این گروه شرکت نه بذار یه دقیقه الان دارم شماره اینجا ادت کردم. آره آقا نمیخوام عزیز من، بی اجازه لطفا منو تو هیچ گروهی نبرین. ادت کردم اینجا. خیلی آقا این نمیفهمم، بابای احلامه، ما هر رو اد میکنیم هر رو لفت میده. داری چی؟ خب بگو مرد حسابی، تو الان یه عمر لفت دادی، دختر تو ما ندادی، اینجا هم هی لفت میدی؟ نکن این کارا رو، این کارا عاقبت خوشی نداره. نه واقعا. بعدم آدم با پدر زنش، پدر همسر آیندهش بهتر از اینا باید صحبت کنه. خب درسته مردم اقل لفت بدن، خب کار سری انجام بده. هی لفت، هی ریموو، هی اد. آقا 3-4 نفرن الان توی فضای مجازی هی من پک میکنن، برام بپکنمشون. خب آقا نکن، پک نکن، زشته، کار دارم. بچه ها میخوام الان یه چیزی بخونم به صورت صوتی بذارم پایه این، شما هم دست بیاین روش. باشه پس همه با هم میگین وی اینم بذار الان سندش کنم تو این صفحه بینم چقدر کنتی گیره. آره رامبو جان. بله. رامبو چرا اینقدر تو فضای مجازی مردم به ریاضیات علاقه مندن ها؟ یعنی چی؟ تو برخورد نکردی؟ ریاضیات منظور چیه؟ نمیدونم یه سری عدد مینویسن و جلوش علائم مثبت. مثلا ما بارها تا حالا برخورد کردم نوشتن 18 یه به علاوه هم گذاشتن جلو. این یعنی مثبت 18 سال اجازه داره اونو ببینه. ما فکر اخه ما فکر میکردم اینا علائم ریاضیه. نه عزیز من، مثبت 18 گفتم سال. برای اینکه مردم ریاضیاتشون قوی بشه هرچی علینا دستون میرسی شعر میکردم. نه نباید میکردم؟ نه جناب خان خواهش میکنم، تو داری گندکاری میکنی. یه لحظه بیا. جناب خان نکن، جناب خان من ازت خواهش میکنم شما لطفا از این فضای مجازی استفاده نکن. نکنم فضای مجازی؟ نه نکن. این خودش یه رسانه است بالاخره. بله فالو احترام باید. الو جان از پلیس فتا تماس میگیری؟ بیا. شاکی خصوصی داشتم؟ بله. به خاطر اون عکسای ریاضیات که خب چند تا عکس زیست شناسی هم توش بوده. باشه میخواین بیان سراغم؟ باشه قربانت فتات ستار بچینی 3 تا شاکی خصوصی بیای بریزی مانه دستگیر کنی. خدافظ. بوس
رامبو جان بله دیدی این اتفاق میفته. همین میشه که پلیس میاد سراغت. فکر میکنی اونجا بیدر پیکره؟ میگم توی پلیس فتا مویرگی آشنا نداری؟ نه واقعا ندارم. آقای گفت بیان بگیریمت میفرستیمت یه جایی که دیگه هیچ از احلام و شحلام و محلام و اینا خبری نیست. معلومه؟ آره راست میگه؟ آره. خب کاری ندار پر فعلا. انقدر بی خودی حال خودتو خراب نکن. نبسته ام به کس دل، نبسته کس به مدل، چو تخت پاره برمود، رها زمو اران که اویو